طلبات مردم به محصولات نادر در کشور امروز به درجه بلند رسیده است. در برابر همه گونه کالا که از چین وارد می‌گردد، ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان و مهمانان آن به دسترس نمودن وریانت وطنی این کالا مایل دارند. قالین‌های دارای نقش و نگار آریایی که دستی بافته می‌شوند در خود ولایت استحصال می‌گردند و چنین محصولات اساساً دقت سیاحان بیشتر می‌رسد. فرنگیز گلمیرزایوا یک نفر بانوی صاحبکار از ناحیه درواز محض به آموزش ساکنان و استحصال چنین قالین‌ها مشغول می‌باشد. این قالین آموزشی هم هست، در اصلش هم هست. هم آموزشی هم معاش میگیرن، هم میخونن، آموزش میگیرن. انا این قالین ما در یک قالین 70 متر، 70 سانتی متر پهنیش، 2 متر بلندیش، 2400 تا رشته میروه در یک قالین. این مشکلیاش اول برای شاگردانم خیلی مشکله، بعد آسانش میشه. اول مشکلیش تارکشیش، دیم زنجیره که بالاش میکشن، سیم قاقمه داره در پایان قالین، قاقمه میزنیم، 7-8 ریت قاقمهش میزنن، بعد این قاقمه بافت قالین سر میشه. اما با وجود مشکلات فرنگیز کوشش دارد که در مرحله اول 8 نفر بانوی خانشین را آموزانده سرعت کار را تیزتر نماید. بانوان قالین باف از روی نقش هر یک تار را دستی بافته میبرند و اگر جای خطا کرده نقش را نادرست مانند مجبورند که باز از نو تارها را کنده اصلاح نمایند. در نظر اول این کاری آسان می‌تواند، اما پس از چند دقیقه نظارت روشن می‌گردد که برای دستی بافتن قالین صبر و عصب مستحکم لازم می‌آید. محض زحمت اساسی قالین بافان و صفت محصولات تیار به نظر گرفته شده، ارزش قالین‌ها معین می‌گردد. اگر صفتی بلند خطی تیارش کرده تونه، یک 70 سانتی متر بده گفتیم $1000 میشه و اگر که صفتی بالا باشه، صفتی بالا نباشه با نرخش بسته میشه. شاید برای خریدار این نرخی نهایت گران باشد، اما برای قیاس ارزش قالین‌های دستی تیار شده ایران، ترکیه و خیتای را سنجیدیم. اندازه قالینی که صاحبکار بانو فرنگیس میبافد در ایران $2992، در ترکیه $1918 و در جمهوری خلقی خیتای $2225 ارزش دارد. در تاجیکستان ما خریدار فقط خارجی میشوند. برای چنین که کار دستی ای قدرش بلنده، برای همین میخرنش با همین نرخش. اکم این ستناکو را ساز میکنن، این ای پشمش نقشش اکی با دیمگیم تیار میکنن، بافش خودمون تیار میکنن. فایده محصولاتمون حاضرش در بازار جهانی پهن نشدیم، تیار نشدیم. با اندیشه صاحبکار تا به حال فایده از کار پیش گرفته به دست نآمده است، اما با آنکه دوره تعلیمی و آموزش قالین بافان انجام می‌یابد، دیگر سرعت قالین بافی هم تیزتر می‌گردد و آن وقت می‌توان محصولات این کارگاه را به بازار برآورد.